سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 29 ایول تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه فتوای شورای علما لباس ملی بانوان تاجیک جوابگوی شریعت است. از اول سال در روسیه 502 تاجیکستانی برای مواد مخدر دستگیر شدند. تصمیم گرفته شد چایخانه روات و تئاتر لاوتی را ویران میکنند. اگر دانشجو نشوم مرا به شفر میدهند. نامه یک دختر دیوتی به امام علی رحمان. در گذشت مولوی محمد علی فیض محمد در زندان و اکنون تفصیلات خبرها. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان یا سابق مفتیات با صدور یک فتوای ویژه با نام درباره لباس ملی تاجیکی را کاملا به طلبات مذهب حنفی جوابگو خوانده به زنان و دختران توصیه داده است که جهت حرج‌گذاری به فرهنگ ملی لباس‌های باطر ملی آماده شده که فراگیر معیارهای اخلاقی و دینی بوده حیا و عفت زن ماده را انعکاس ببر کنند. شورای علما در فتوایش که روز 26 ایول سال 2024 نشر شد با تکیه به اینکه پوشیدن لباس‌های رنگ ملی در مذهب ما جایز است، اما پوشیدن لباس‌های تنگ و سیاه زنانه و لباس‌هایی که عضوای بدن را نمایان می‌کنند توصیه داده نمی‌شوند، زیرا رنگ سیاه از نظر مذهب ما حتمی نبوده به خصوصیت‌های ملی و شرایط جغرافی ما نیز سازگار نیست. شورای علما در عین زمان از ساکنان خواسته است که با مقصد حفظ ثبات و امنیت جامعه و رعایت آداب و دینی و مذهبی و ملی از پوشیدن هر گونه لباس‌ها به فرهنگ مذهب و ملی ما بیگانه و غیر اخلاقی که با هدف‌های غرضناک ترغیب می‌شوند خودداری کنند. این فتوای شورای علما در پی بحث‌های دامنه‌دار است که در اطراف تغییر و علاوه‌های اخیر به قانون تنظیم و رسم آیین برخاست. این قانون که همچون قانون منع حجاب نام برآورد و واکنش‌های زیاد و منفی را در داخل و خارج تاجیکستان به بار آورد، واردات، فروش، تبلیغ و در مکان‌های جمعیتی پوشیدن لباس به فرهنگ ملی بیگانه را منع می‌کنند. مقامات تاجیکستان زیر مفهوم لباس به فرهنگ ملی بیگانه اساساً ستر و حجاب اسلامی را در نظر دارند و سلسله ریدهای انجام شده به ضد زنان و دختران حجاب پوش نیز بیانگر آن بود که منظور مقامات محض منع پوشیدن حجاب است. در ظرف 2.5 ماهی که از قبول لوحه‌ها به قانون تنظیم گذشت، تنها وکیل مجلس نمایندگان موجب خان جوهری آن را شرح داد و گفت پوشیدن ستر و حجاب به صورت کامل منع کرده نمی‌شوند، بلکه پوشیدن لباس‌های سیاه و عربی منع گردیده. مقامات در عین زمان اجازت نخواهند داد که زنان و دختران در مکان‌های جمعیتی برخی لباس‌های نیموریان اروپایی از جمله با دکلته اسد بزرگ یا برای مثال یوبکه کوتاه و شیمای جنس دریده را ببر کنند. و اما در حالی که مخالفین حکومت و برخی روحانیان تاجیک که در بیرون از کشور قرار دارند از منع حجاب به شدت انتقاد کردند و چندین امام افغان و عبدالحمید خراسانی یک فرمانده پنشیری طرفدار طالبان در پی قبول این قانون در مورد گویا فرض شدن جهاد به ضد حکومت تاجیکستان ادعا کردند. شورای علما در فتوایش از صلح و ثبات و فضای آسایشته تاجیکستان و هم از آن شکر کرده است که به عنایت پروردگار و خرد رهبر غمخوار ما را شرایط سازگار و مناسب برای طاعت و عبادت و ادای فراز دینی ارزانی داشته است. شورای علما میگوید لباس‌های ملی بانوان تاجیک اساساً از رویمال، کرته و پایجامه عبارت است. این یاد گفته است از بس که در اطراف چگونگی سر و لباس ملی جوابگو به سطر مسلمانی در جامعه فکر و اندیشه‌های گوناگون و ملاحظه‌های به عقیده شورای علما بی اساس پیدا شده است. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان با در نظر داشت طلبات فقه حنفی چنین فتوا می‌دهد: طبق مقررات شریعت اسلامی و مذهبی پوشش سطر زن باید از رویمال، کرته و پایجامه عبارت باشد که مادران تاجیک از قدیم الایام آن را به بر می‌کنند. لباس‌های ملی عنعنوی مادران و خواهران تاجیک از رویمال، کرته و پایجامه عبارت است، کاملا به طلبات مذهب حنفی جوابگو میباشند. از این خاطر پوشیدن لباس ملی ما در فقه مذهب حنفی اجازت بوده نسبت به هر نوع لباس دیگر افضلیت دارد. دین مبین اسلام وابسته به پوشیدن لباس مقررات خاص دارد، اما در شکل
دوخت یا رنگ لباس محدودیت مقرر نکرده است. با در نظر داشت این نقطه ها شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان به مادران و خواهران عزیز توصیه می‌دهد که جهت ارزگذاری به فرهنگ ملی لباس های به طرح ملی آموده شده را که فراگیر معیارهای اخلاقی و دینی بوده حیا و عفت زن مادر را انعکاس می‌نمایند و به اخلاق و آداب مسلمانی موافق میباشند و ببر کنند. با مقصد حفظ ثبات امنیت جامعه و رعایت آداب دینی و مذهبی و میل ساکنان به پوشیدن هر گونه لباس‌ها به فرهنگ و مذهب ملی ما بیگانه و غیر اخلاقی که با هدف‌های غرضناک ترغیب می‌شود خودداری نمایند. در نیمه اول سال 2024 در روسیه بیش از 500 شهروند تاجیکستان با گمان دست داشتن در قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. ظفر صمد، مدیر اگنتی مبارزه با مواد نشه‌دار تاجیکستان، روز 29 ایول سال 2024 در نشست خبریش گفت در 6 ماه اول سال 2024 در کشورهای خارجی 528 شهروند تاجیکستان با گمان قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. از همه بیشتر 502 نفر در فدراسیون روسیه، 23 شهروند ما در ازبکستان و 3 نفر در قزاقستان به دست افتادند. از آنها در عموم 96 کیلو مواد نشئه‌دار مصادره کردند. بنا به امور اگنتی شماره تاجیک‌های در خارج دستگیر شده نظر به یک سال پیش 82 نفر کمتر است. در نیمه اول سال 2023 در کشورهای خارجی 610 شهروند تاجیکستان با چنین اتهام به دست افتاده بودند. در این زمان در نیمه اول سال 2024 در حدود تاجیکستان همگی 10 شهروند خارجی از جمله 5 شهروند افغانستان، 3 شهروند ازبکستان و 1 نفری از قزاقستان و قرقیزستان با اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر بازداشت شده. از آنها در عموم 235 کیلو مواد مخدر دریافت و مصادره کردند. در نیمه اول سال گذشته در تاجیکستان همگی 5 خارجی برای قاچاق مواد نشئه‌دار دستگیر شده بود. بنا به معلومات اگنتی مبارزه با مواد نشئه‌دار تاجیکستان در ماه‌های ینور ایون سال 2024 در تاجیکستان از جانب همه نهادهای قدرتی و حفظ حقوق در مجموع بیش از 3 تن دقیق‌ترش 3 تن و 96.6 کیلو مواد مخدر دریافت و مصادره کرده شد که این نظر به نیمه اول سال گذشته 619 کیلو یا 25% بیشتر است. از همه بیشتر 1 تن و 381 کیلو یا 44.6% از جمع مواد مخدر در جمهوری مصادره شده را مقامات در ولایت با افغانستان مرز ختلان از دست قاچاقبران مصادره کردند. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین و افیون و شیش دنیا 1370 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای اخیر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان تبدیل یافته است. از تقریباً 7000 تاجیکستانی که در زندانهای روسیه ادای جزا می‌کند، تقریباً 4/1 برای جنایت‌های مربوط به قاچاق و فروش مواد مخدر زندانی شدند. منیژه مرادی، خواننده مکتب رقم 50 دهه آبجواز، یک دهه دوردست مربوط به شهر استرافشان، روز 27 ایول سال 2024 در یک نامه سرکشاده به نام پرزیدنت تاجیکستان از امامعلی رحمان خواسته است تا برای عملی شدن آرزوی دانشجو شدنش به او دست یاری و مهربانی خود را دریغ ندارد. در این نامه که در شبکه‌های اجتماعی از جمله در فیسبوک نشر شد، منیژه نوشته است که در یک خانواده سنتی به وی رسیده است و از بس که برادرش قبلا مخالف تحصیل او بود، وی با یک از نزدیکانش را مویل کرد که حداقل مانع تا صنف 11 خواندنش نشوند. وقتی در صنف 9 می‌خواندم و از ادامه دادن تحصیل لب به سخن می‌گشودم، اکم با اصرار طلب می‌کرد که دیگر درباره خواندن لب نکشایم. من یک دختر دیوتیم. آخر با گریه و زاری لااقل تا صنف 11 ادامه دادن خواندنم را میپرسیدم. نوشته است منیژه مرادی در نامش به پرزیدنت. امسال منیژه مکتب میانه دهه‌شان را با بهای خوب و اعلی ختم کرد. در این بین برادر منیژه که مانع تحصیل او بود به خدمت عسکری دعوت شد و از قسم نظامیش در ولایت مختار کوهستان بدخشان نامش نوشته است که دیگر به ادامه تحصیل خواهرش راضی است و حتی به منیژه مصلحت هم داد است که دانشش را حیف نکند. دعای برادر منیژه را روبلند کرد و او امسال صنف 11 را با موفقیت با بهای خوب و اعلی انجام داده حجت‌هایش را به مرکز ملی تستی سپارید. اما یک کم اومدن بلهایش منیژه را بسا دلتنگ و نگران کرده است. ما در عائله عادی به کمال رسیدیم. کار دیگه برای ما دختران دیگه بسنده است.
اما از حساب دختران صاحب معلومات نیاز داشتنش رو پیوسته احساس میکنم و از این سبب عهد کردم که خانم و در دیاتم آموزگار شوم. حالا همگی کمتر بال امتحانم کمی میکند و دلم از این بساط تنگ گشت. مبادا مثل دیگر دختران دیهات با این بهانه سبب پیدا شده مرا به نفر نامزد کنند. نامه به عنوانتون نوشتم، التماس میکنم مرا دستگیری کنید. نامه با قطره های اشک نوشته، امید دارم که مهربانی بابوگی خود را برایم ارزانی میدارید و دست مهربانی همیشگیتان جانب من نیز دراز میکنید. مرا به آرزوی عالی دانشجویی برسانید. پیشوای معظم ملت عزیز، ساعت به ساعت مژده خیر سرنوشتم را انتظار شده نامم را اینجا خاتمه میبخشم. نوشته است منیژه مرادی در نامش به امام علی رحمان. بسیاری ها در زیر این نامه به منیژه مرادی برای چنین جسارت و عزمش برای ادامه دادن تحصیل آفرین خوانده از مسئولان وزارت معارف علم و دانشگاه آموزگاری تاجیکستان خواستند تا منتظر امر از بالا نشده به آرزوی دانشجو شدن این دختر شیردل دیهاتی جامعه عمل بپوشانند. وقتی بحث و اطراف این نامه منیژه تازه اوج میگرفت، اکمل جان احراروف یک کارمند سوهای معارف استرافشان خبر داد که ریاست معارف شهر استرافشان پس از مطالعه این نامه به ختم کرده مکتب رقم 50 منیژه مروجان در تماس شده با نتیجه امتحان داخلشوی او شناخته شدند. بنا به اطلاع اکمل جان احراروف، منیژه از روی کمبیناسیون سه اختصاص زبان انگلیسی، زبان آلمانی و زبانهای معاصر خارجی خطای انگلیسی تحصیلشان رایگان حجت سپارید. 229 از 0184 بال گرفته است، ولی از بس که از 229 بیشتر بودن بال گزارش از اختصاصهای نام برده کامیاب نگردیده است. ولی افزود از احراروف، منیژه امکان دارد در تقسیمات تکراری اشتراک نماید. برای این او باید از 12 تا 15 آگوست در یکی از نقطه‌های ثبت نام از نو از قید گذارد. ریاست معارف شهر استرافشان وعده داده است که مسئله مذکور را پیگیری نموده در انتخاب اختصاصها در دوره از نو به قیدگیری به منیژه کمک و مساعدت می نمایند. اما کاربران نوشتند که خوب میشد اگر به منیژه امکان استثناء قبول شدن به دانشگاه را فراهم می آوردند تا دل شکسته نشود. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. مولوی محمد علی فیض محمد، یکی از سابقه‌داران و رهبران حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، روز 26 ایول سال 2024 در سن 65 در محبس وفات کرده است. بنا به اطلاع دریافتی پایگاه خبری بامداد، قبل از وفاتش هر دو پایه‌های محمد علی فیض محمد به دلیل خروج بیماری قندش از کار مانده بود. محمد علی فیض محمد ماه سپتامبر سال 2015 همراه با 12 تن از رهبران و فعالان دیگر حزب نهضت اسلامی دستگیر و به 23 سال زندان محکوم شده بود. او چند سال اول حکمش را در محبس رقم 1 در کنار بازداشتگاه رقم 1 شهر دوشنبه سپری کرده، بعد بنیاد محبس نو در کنار شهر وحدت به آنجا کوچانده شد. محمد علی فیض محمد از بیماری قند اذیت میکشید و در بهار سال 2023 به این دلیل او را یک مدت برای طبابت از بیمارستان زندان به پایتخت و مرکز طبی شفابخش انتقال داده بودند. بعد انجام طبابت محمد علی فیض محمد دیگر باره به محبس نو وحدت آورده شد و در بیمارستان محبس تحت معاینه طبیبان قرار داشت. رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که اولو در خارج از تاجیکستان فعالیت دارند، محمد علی فیض محمد و باقی اعضای زندان شده حزب نهضت را محبوسان سیاسی عنوان کرده میگویند که آنها بی اساس و با دلیل‌های صرف سیاسی محکوم به سالهای طولانی زندان شدند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر تشکل‌های مخالفین تاجیک همین طور چندین بار از محروم بودن محبوسان سیاسی با شمول محمد علی فیض محمد از دسترسی به نگاهبین طبی اظهار نگرانی کرده از سازمان‌های حامی حقوق تقاضا می‌کردند که تا نسبت به سرنوشت این محبوسان بی توجه نباشند، زیرا به حیات و سلامتی آنها به دلیل نبودن نگاهبین طبی در زندان‌های تاجیکستان خطر جدی از جمله خطر مرگ تهدید می‌کند. محمد علی فیض محمد سال 1959 در ناحیه خوولینگ در عائله روحانی تولد شده است. او معلومات ابتدایی دینی را در نزد پدرش و سپس در نزد دیگر دانشمندان دور از جمله مولوی محمد جان هندوستانی گرفته است. در اول سالهای 90
امام خطیب مسجد جامع نویه 5 بود. در همان آغاز سالهای 90 محمد علی فیض محمد به صف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیوست. به یکی از یاران نزدیک اساسگذار این حزب و رهبر اتحاد مخالفین تاجیک سید عبدالله نوری تبدیل یافت. محمد علی فیض محمد عضو کمیسیون اشتی ملی و سال 1999 تا زمان بازداشتش در سال 2015 رئیس کمیسیون حساباتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. او همچنین عضو شورای سیاسی و ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. او عائله‌دار و پدر یک فرزند بود. یک دختر محمد علی فیض محمد بخاری محمد جان نوری فرزند سید عبدالله نوری ازدواج کرده است. محمد جان نوری همراه اهل خانواده‌اش چندین سال باز در اروپا به سر میبرد. نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان روز 29 ایول سال 2024 در نشست خبریش تصدیق کرد که بناهای چایخانه مشهور راحت و تئاتر به نام لاهوتی در خیابان مرکزی شهر دوشنبه در پهلوی بنای نو حکومت جایگیر شدند و ویران کرده شده. به جای آنها بناهای معاصر ساخته می شوند. بحث تخریب این بناها تقریبا 10 سال باز ادامه داشت و در این بین فکر مقامات درباره سرنوشت این دو بنا چندین بار عوض شد. نظام میرزازاده گفته است که چایخانه راحت در زمانش با غذاهای لذیذ خود به ویژه با لغمانش شهرت داشت، ولی حالا آن شهرت قبلی را کاملا از دست داده است. میرزازاده افزود بهتر آن است که ما بنای جوابگو به طلبات زمان معاصر با نام چایخانه راحت بنیاد سازیم. مهم آن است که برند چایخانه راحت گم نشود. ماهیت و اهمیت بنا با از نو ساختن آن گم نمی شود. او همین طور تاکید کرد که بنای تئاتر لاهوتی خیلی فرسوده شده است و بهتر این است که برای اهل این تئاتر یک بنای نو زمانوی ساخته شود. بعید نیست که بعد انجام ساختمان طول کشیده بنای تئاتر ملی اهل تئاتر لاهوتی به این بنا کوچانده شوند. رئیس کمیته ساختمان گفت که این دو بنا که تخریب کرده می شوند. یک قسم چایخانه راحت در جریان بنیاد بنای نو حکومت تاجیکستان الکی ویران کرده شده بود، ولی بنای اساسیش اساساً به دلیل معرکه سازی های روشنفکران تاجیک پا بر جا باقی مانده بود. بناهای نو حکومت و پارلمان تاجیکستان در خیابان مرکزی دوشنبه بر پایه بیش از 200 میلیون دلار کمک بلاعوض خطای و اساساً با دست شرکت‌های خطایی ساخته شده و مراسم کشایش هر دو بنا روز 7 ایول سال جاری در حضور رهبران دو کشور امام علی رحمان و سی جین پین برگزار شد. 2 سال پیش ماه ایول سال 2022 مرحوم محمد سعید زویزاده رئیس وقت کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان در نشست خبریش همه را اطمینان خاطر داد که بنای اساسی چایخانه راحت و همچنین بناهای تئاتر به نام لاهوتی، دانشگاه دولتی طبی و اکادمی علم‌ها در خیابان مرکزی پایتخت شهر دوشنبه ویران نمی شوند. زویزاده گفته بود در نقشه برای جامعه همچنان مخفی گیمپلان دوشنبه نیز تخریب این بناها پیش بینی نشده است. روشنفکران میگویند مقامات به خاطر بنیاد دوشنبه عصر 21 دوشنبه عصر 20 را خراب کرده ایستادند و با چنین شیوه پایتخت تاجیکستان هیچگاه صاحب بناهای تاریخی نخواهد شد. مقامات اگنتی سقراطی اجتماعی و نفقه در ولایت ختلان و منطقه کولاب خبر دادند که کلانسالترین نفقه‌خوار در جنوب تاجیکستان بسیمو تورای و 120 سال دارد. بنا به اطلاع مسئولان ریاست اگنتی نفقه در منطقه کولاب، بسیمو تورای و ساکن دهه چشمه بیدک جماعت لاهوتی نویه خوولینگ سال تولد 6 ماه سال 1904 تا یک ماه پیش همگی 381 سامانی یا تقریبا 35 دلار نفقه می گرفت و از 1 ایول سال 2024 در پی 30% بالا بردن حجم نفقه در جمهوری، نفقه این زن سال خورده به 496 سامانی و 41 درم یعنی به حدود 45 دلار برابر شده است. به حساب مسئولان اگنتی در عموم در ولایت ختلان 107 نفقه‌خوار سنشون از 100 بالا به سر میبرند. 43 نفر آنها در شهر نوایی منطقه کولاب زندگی میکنند. شماره عمومی نفقه‌خواران در ولایت ختلان تا 1 ایول سال 2024 290,387 نفر را تشکیل میدهد که 119,520 نفر آنها در منطقه کولاب به سر میبرند. در یک سال آخر شماره نفقه‌گیران در جنوب تاجیکستان به 12,000 نفر افزود. در نیمه اول سال جاری برای پرداخت نفقه آنها از بودجه قریب 6.7 میلیون سامانی یا نزدیک 60 میلیون دلار
مصرف شده است. شماره عمومی نفقه‌خواران در تاجیکستان حدود 800,000 نفر را تشکیل می‌دهد. سال 2023 شماره نفقه‌خواران در کشور 32,000 نفر را تشکیل می‌داد. به حساب اگنتی سقراطی اجتماعی و نفقه حکومت تاجیکستان طی سال 2023 ساکنان جمهوری همچون انداز اجتماعی به بودجه بیش از 4 میلیارد و 86 میلیون سومونی و تقریباً 373 میلیون دلار پرداخت کردند که نظر به یک سال پیش 550 میلیون سومونی یا 14.5% بیشتر است. حجم میانه نفقه در تاجیکستان در سال 2023 چیزی بیشتر از 375 سومونی را تشکیل می‌دهد. امسال با نظرداشت از 1 ایول 30% بالا بردن حجم نفقه میانه نیز میتواند تقریباً به 110 سومونی بیافزاید و نزدیک 500 سومونی را تشکیل دهد. با این وجود حجم نفقه در تاجیکستان در بین کشورهای سابق اتحاد شوروی از همه پست باقی میماند و برای تامین زندگی نفقه‌خواران نمیرسد. معمولاً اکثر کهنسالان در تاجیکستان از حساب کمک فرزندان و دیگر خویش و دبار و یا از حساب دهقانی یا صاحبکاری خرد از جمله سودا زندگی خود را پیش میبرند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.